چتونه؟ امروز طرفو دیدی 3 روز بعد عاشق میشی، یه ماه بعد میخوای بگیریش. چتونه؟ بگیرمش چون بچه است؟ بگیرمش خودم بزرگش کنم؟ بگیرمش که از تایمش نگذره؟ بذار بگذره پخته تر شی. چتونه؟ کف خیابو پر شده 14 15 16 ساله هایی که یه پیپر گرفتن دستشون. ننت کجاست؟ آقات کجاست؟ طلاق گرفتن. خب الان کجان؟ ننم شوهر کرد، آقا من زن گرفت. که اینا رو تحویل بدید، افکار پوسیده ننه آقاتون رو بریزید دور. آی بگیره زن بگیره جمع میشه، شوهر کنه جمع میشه، اینا رو بریزید دور. جون مادرتون نکنید، با این نسل با بچه‌ها این کارو نکنید. به خدا قسم کف خیابون پر شده 14 15 سالهایی که به جون مادرم همین الان توی محل توی پارک میرید 40 تا دختر باشن 38 تاشون ننه بابا طلاقی. شب اصلا واسش مهم نیست کجا بره کجا نره، چیکار میکنه چیکار نمیکنه. این حس الان شما تلفیقی از شهوت و احساساته. 2 سال که بگذره همه چی عادی میشه. چیکار کنیم بعد 2 سال؟ بچه بیاریم شاید درست بشه. 4 سال که میگذره بدتر میشه. من جوونی نکرده بودم، تو چیزی نداشتی، من اومدم باهات ازدواج کردم، من تو بچه‌مون رو هوا. بچه چی شد؟ بچه شد کف خیابونی، بچه شد. نکنید جون مادرتون، نکنید اینو. با رفیقای خودمم واقعا نکنید این کارو. یا حق.